Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. امروز قراره که یه سری سکانس از سریال پاسیون د گابیلانس یا همون شور پنهان رو با هم دیگه بررسی کنیم و یه سری واژه‌های جدید رو ازش یاد بگیریم. البته اینی که ما بررسی میکنیم فصل دومشه. تا پایان ویدیو با من همراه باشید. خب اول یه دور واژه‌های جدیدی که قراره یاد بگیریم و با هم دیگه مرور کنیم که یادگیریش برامون آسان‌تر باشه. siempre siempre به معنای همیشه. seguir به معنای دنبال کردن و البته یه معنای دیگه هم داره که ادامه دادنه. hacer یعنی انجام دادن. después یعنی بعد از. Siempre me has seguido el paso. Y lo sigues haciendo. Después de 20 años, mi amor. خب اولش چی میگه؟ میگه siempre me has seguido el paso. siempre me has seguido el paso. یعنی همیشه منو تعقیب کرده ای، همیشه منو دنبال کرده ای. این جمله بچه ها از نظر گرامری حال کامل یا ماضی نقلی هستش، چون حال کامل معادل با ماضی نقلیه دیگه. حالا اینکه چجوری صرف میشه رو توی ویدیوی دیگه بهتون کامل توضیح میدم گرامرشو. siempre یعنی همیشه. me has seguido یعنی منو دنبال کرده ای، منو تعقیب کرده ای. پس چی شد؟ me has seguido یا me has seguido el paso یعنی منو دنبال کرده ای. Siempre me has seguido el paso. Siempre me has seguido el paso. در ادامه میگه y lo sigues haciendo después de 20 años. یعنی و به انجام دادنش ادامه میدی بعد از 20 سال، بعد از گذشت 20 سال. منظورش اینه. ای یعنی و. lo sigues haciendo یعنی به انجام دادنش ادامه میدی. اینجا بچه ها فعل سگیر به معنای ادامه دادنه، نه به اون معنای دنبال کردن و تعقیب کردن، چون دوتا معنی داشت دیگه. sigues یعنی ادامه میدی. sigues haciendo یعنی به انجام دادن ادامه میدی. lo sigues haciendo یعنی به انجام دادنش ادامه میدی. después یعنی بعد. después de یعنی بعد از. 20 یعنی 20، عدد 20. 20 años یعنی 20 سال. después de 20 años یعنی بعد از 20 سال. Y lo sigues haciendo. Después de 20 años, mi amor. Y lo sigues haciendo. Después de 20 años, mi amor. خب واژه‌های بعدیمون اینان. milagro یا el milagro به معنای معجزه. grande به معنای بزرگ. hijo میشه فرزند پسر. hija فرزند دختره که جمعشون میشه hijos یعنی فرزندان، بچه ها. vida به معنای زندگی. Tú y mis hijos son el milagro de mi vida. Tú eres el milagro más grande de mi vida. Tú. خب اولش چی میگه؟ میگه tú y mis hijos son el milagro de mi vida. یعنی تو فرزندانم، تو بچه ها معجزه زندگی من هستید. تو که به معنای تو ضمیر فاعلیه، ای به معنای و،
میس ایخوس یعنی فرزندانم، بچه هم. اگه به این شکل بیاد غلطه ها، اگه به شکل مثلا می ایخوس بیاد. چرا؟ چون که اسممون اینجا جمعه دیگه بچه ها، اسممون ایخوسه، خب اسم جمعه، بنابراین ضمیر ملکی قبلیش هم باید به صورت جمع بیاد، یعنی به صورت میس بیاد. سون یعنی هستید. ال میلگرو یعنی معجزه. ال میلگرو د می بیدا یعنی معجزه زندگیم. می بیدا بچه اینجا می دوباره ضمیر ملکیه ها. Tú y mis hijos son el milagro de mi vida. Tú y mis hijos son el milagro de mi vida. که کاراکتر بعدی در پاسخ بهش میگه تو ارس ال میلگرو ماس گرانده د می بیدا. تو یعنی تو بزرگترین معجزه زندگی من هستی. تو که ضمیر فاعلیه بچه ها. تو ارس یعنی تو هستی. ال میلگرو یعنی معجزه. گرانده به معنای بزرگه بچه ها. ماس گرانده به معنای بزرگترینه. بزرگتر هم میشه ولی اینجا بزرگترین معنی میده. ال میلگرو ماس گرانده یعنی بزرگترین معجزه. پس چی میشه؟ تو ارس ال میلگرو ماس گرانده یعنی تو بزرگترین معجزه هستی. دمی بیدا ال میلگرو ماس گرانده دمی بیدا یعنی بزرگترین معجزه زندگیم. تو ارس ال میلگرو ماس گرانده دمی بیدا یعنی تو بزرگترین معجزه زندگی من هستی. Tú eres el milagro más grande de mi vida. Tú eres el milagro más grande de mi vida. Tú. اکی به معنای اینجا. دورمیر به معنای خوابیدن. پودر به معنای توانستن. ¿Qué haces aquí? No puedo dormir. خب کاراکتر خوان میگه که haces aquí یعنی اینجا چی کار میکنی. اکی به معنای اینجاه. که به معنای چی و چه هستش. haces یعنی انجام میدی، میکنی. که haces یعنی چی کار میکنی. که haces aquí یعنی اینجا چی کار میکنی. No puedo dormir یعنی نمیتونم بخوابم، خوابم نمیبره. No puedo یعنی نمیتونم. puedo یعنی میتونم. No puedo یعنی نمیتونم. اول شخص مفرد اینجا صرف شده از مصدر poder به معنای تونستن. No puedo dormir یعنی نمیتونم بخوابم. dormir چون فعل دوم هستش بچه ها به صورت مصدر اومده. فعل اولمون اینجا no puedoه. ¿Qué haces aquí? No puedo dormir. خب دوستان مرسی از همراهیتون. به پایان این بخش از آموزشمون رسیدیم. اگر به این سبک از ویدیوهای آموزشی علاقه دارید حتما چنل رو ساب کنید. با سپاس، خدا نگهدار.